خب ما باز سریع حاضر شیم چون که من طبق معمول دیرم شده. با اون ساعتی که میخوایم بریم کاملا 1 ساعت فاصله دارم، ولی به خاطر اینکه باید با قطار داخل شهری برسم به ایستگاه اصلی همیشه دیرم میشه. من خیلی سریع آرایش کنم، خیلی سریع. وقتی که میگم خیلی سریع هیکان‌تر میشم. نه جدی. به خاطر اینکه دیرم شده، به خاطر اینه که من وسواس پوشیدن لباس دارم. من واقعا وقتی یک جایی میخوام برم که میدونم قراره مثلا یه عالمه فیلم و عکس ضبط کنم، وسواس پوشیدن لباس میگیرم. اینجوری هم که چی بپوشم یه سری چیزا رو ترکیب میکنم و این اتفاق بیشتر توی فصلهای سرما اتفاق میفته، چون که با لباسهای فصلهای سرد نمیتونم واقعا ترکیبی که دلم میخواد و بزنم. و وقتی اونجا سرد میشه یعنی سرماش در حدیه که قراره باد وحشتناک بزنه. با چقدر زاویه‌تون بده، فکر نکنم تأثیری داشت، ولی خب هیچ اقدامی نمیتونم در مورد زاویه‌تون بکنم. ولی اینجا وقتی هوا سرد میشه در حدی سرد میشه که تو باید کاپشن بپوشی و با کاپشن تو نمیتونی هیچ ترکیبی بزنی، هیچی. و اینم باید بهتون بگم که دارم میرم فستیوال روز ژاپن توی اروپا که این یکی از توی دوسلدورف برگزار میشه و یکی از بزرگترین فستیوال‌های ژاپنه. اگه زودتر میدونستم یه لباسی میخریدم، بخواد برای یه انیمه‌ای باشه، برای یه شخصیت انیمه‌ای باشه. البته میتونم یه سری لباساشون رو با لباسام در بیارم ولی اینجوری هم که مثلا چه می‌دونم لباس شخصیت جنگجوی اون طرف رو نمیتونم در بیارم، لباس عادی اون طرف رو میتونم در بیارم. خب اینجوری هم که لباس تو خونه خانم رو پوشیدیم. اگه هول کردم خب بچه من مشکی پوشیدم چون که اینقدر به این فکر کردم که چی بپوشم چی نپوشم اعصابم خورد شد. اینجوری بودم که میپوشم دیگه، فقط سردم نشه. اگه سردم بشه نمیتونم تا آخر بمونم، اگه سردم نشه میتونم بمونم و بهم خوش بگذره. پس لباس مهم نیست. So viele Menschen sind heute wieder nach Düsseldorf gekommen, um Japan-Tag zu feiern. Und per Hand ausgeschnitten. Oh, die hat Konfetti! Die an. Und ihre Wig ist nicht wunderbar. Da wird jetzt gerade weht. Und Jujutsu Kaisen! Und auch ebenso internationaler Besuch. Schön, dass du da bist. Jujutsu Kaisen, ein Anime.
Das ist ja der Oberhammer. Da müssen stundenlange Arbeit. Oh, oh, oh. Sogar mit Mechanik.